راهی دیگرش افراط و تفرید. افراط و تفرید چی است؟ از حد گذرانیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانی که اومده میگویند من تمامی شب خواب نمیکنم و تمامی سال روزه میدارم و اصلا زن نمیگیرم، مذمت میکنن، میگن من تقوادارترین شما هستم، من هم خانه‌دار میشوم، هم شب رو خواب میکنم، هم روزه هم میگیرم و روزه هم رو افطار هم میکنم، یعنی این سنت های من است. و بعضی ها از راهی یعنی از حد سختگیری داخل می شود. شما میبینید که یک خواهر مسلمان از حد دین رو به خود سخت میگیرد و حتی که اینقدر دور و دراز نماز میخواند که به همسایه و به مهمان و حتی به پدر و مادرش اهمیت نمیدهد، یعنی از حد سختگیری. یا بعضیا اینقدر به خود دین رو سخت میگیرند که به جز خود دیگه همه رو میگن این یک بی تقوا هست، این یک بی ایمان است. یعنی از راهی افراط یعنی از حد سختگیری داخل شدن هم چه است؟ این راهی شیطان است که خود بیخبرت گمان میکنید یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگوید الله گمان میکنید که شما کارهای خیلی خوب کرده استادید، در اصل دل چند نفر رو شکسته استادید، در اصل در دل چند نفر نفرت نسبت خود و نسبت عملهای خود پیدا کرده استادید. نسبت دین کسی اگر نفرت پیدا میکند بجز احمق کسی دیگری نیست، چون دین پاکیزگی هست، دین عیب ندارد. نقصان و عیب ها رو این ما مسلمان ها به آن می آوریم. برای همین بعضی می بینم چه خیلی گفتیم خانه کسی مهمان می شوید، احترام مهمان و سلام علیک با مهمان فرض است. او باشد دور و دراز در جای نشسته یا تسبیح می خواند یا نمیدونم الان من درس دارم گویان خانه دیگر رفته می نشیند. یا بعضی ها هستند که حتی به پدر و مادر خود مناسبت خوب نمیکنن و گمان میکنن این چی است، این ثواب دارد، در حالی که این ثواب نیست. ثواب باید تو بدانی که چی فرض است، چی سنت است، چی مستحب است، این رو باید قطار به قطار به جایش مانده انجام دهیم. یعنی از حد سخت گرفتن و دین رو گویا که به جز در کنج خانه نشستن و فقط خودم گفتن و دیگران رو همه رو به گناه برآوردن هم این چه است؟ این از راههای داخل شدن شیطان است که برای شما با این رو داخل می شود تا که چیکار کنید؟ خیلی خیلی گویا سخت گیرید و رفته رفته می بینید که سخت گیری به جز شکست شما به چیزی دیگری نمی برد.